صدها مقاله علمی نشر شده در ده‌ها کشورهای جهان، 13 монография و کتاب‌های درسی. دکتر علمی حقوق و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که رسانه‌های محلی آن را آخرین تشکیلات سیاسی واقعا مخالف حکومت مینامند، نتیجه فعالیت چندین ساله خود را نشان می‌دهد. با وجود این همه دستاوردها، شاکرجان حکیمов در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی کشور به کار قبول نمی‌شود. حتی صاحبکاران خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی او را به کار قبول نمی‌کنند. در هماهنگی با رهبریت سیاسی به همه مکتب‌های عالی کشور از جمله به اکادمی علم‌ها کدام یک دستور فرستاده شده است. وقتی ما مراجعت می‌کنیم در اول مثل اینکه برای به کار قبول کردن و همکاری نمودن اجازت می‌دهند، ولی پس از مدت آنها اشاره می‌کنند که مصاحبه‌ها، سخنرانی و یا سفر داشتن من به جای برایشان مشکل آفریده است. یعنی این از آن گواهی می‌دهد که مقامات یک پرینسیپ دارند: هر کی با ما نیست ضد ماست. به قول روزنامه‌نگار عزیز نقیبزاد، او نیز به اصطلاح به رویخط سیاهی مقامات شامل است. ژورنالیست سالهای فعالیتش در نشریه مستقل آزادگان درباره ساختارهای مختلف قدرتی تاجیکستان صدها مقاله انتقادی نشر کرده است. روزنامه‌نگار پس از بسته شدن این خبرگزاری نه از روی اختصاص و نه در دیگر بخش‌ها جای کار پیدا کردن نتوانست و مجبور شد که به تجارت خرد مشغول شود تا خود و خانواده‌اش را تامین کند. فرق نمی‌کند تو ژورنالیست هستی یا کی حقوق شناس هستی، مهم تو باره تنقید کرده باشی. وکیل دفاع شهرت قدرتوف برای فعالیت‌های حقوق بشر و ادوکاتیش تقریباً 4 سال را در زندان سپری کرد. او سال 2018 به آزادی برآمد. سازمان دیدبان حقوق بشر پرونده ضد قدرتوف را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده است. حقوق شناسی ورزیده بعد آزاد شدنش در وطن کار پیدا کردن نتوانست و مجبور شد به روسیه هجرت نماید. چرا من با مقامات ناخوشایند شدم؟ پیش از همه این فعالیت کسبی من همچون حقوق شناس است، چون آن زمان من به حمایه افراد پرداختم که به حکومت پسند نبودند. به عباره دیگر من از شخصان دفاع می کردم که با سببهای سیاسی نسبتشان پرونده جنایی باز شده بود. من کارم را صافدلانه و پاک وجدانانه انجام دادم و این به مقامات تفتیشاتی که این پرونده های جنایی را پیش می بردند خوش نآمد. استیو سوردلوف حامی حقوق بشر میگوید امکان پیدا نکردن جای کار تنها یکی از اصولهای تاثیررسانی و در اصل از کشور بیرون انداختن آن نفرانی است که به خود هر گونه انتقاد یا مخالفت با سیاست دوشنبه رسمی را اجازت میدهند. سوردلوف اطمینان میدهد که در تاجیکستان صدها محبوس سیاسی به سر میبرند و 10 نفر به دلیل تعقیب مجبور به ترک کشور شدند. این یکی از اصولهای خاموش کردن صداهای انتقادی محو کردن مخالفان است. در نهایت از بین بردن زیایان قشری میانه. این در واقع یک نوع فشار آوردن است. یک زنگ خدمات مخصوص و اشاره آنها به کاردهنده کافی است که این مرد و یا این زن که مقامات را تنقید میکند ناخوشایند است. البته این اصول بازمانده از زمان استالین می باشد. به تأکید استیو سوردلوف، مبارزه بردن با دیگراندیشان به مقامات تاجیکستان پیامدهای خوب ندارد. او اظهار امیدواری میکند که در دوشنبه به درک این مسئله میروند و برای اصلاح خسارات وارده به کشور با حامیان حقوق بشر وارد مکالمه خواهند شد.